از اون شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید در این برنامه با من استاد احمد بکتاش نوری. موضوع امروزی ما که است سوالات جمع است. در برنامه بعدی کار کردیم. در برنامه قبل یک سوال جمع بود، اولی سوال جمع تکنیکی بود که کار کردیم. امروز سوال دوم را کار میکنیم که شما فکرتان باشه وقتی که برای شما کسی سوال میده بر نیفتین یا از پیشتان حل کنیم. ببینید به چی گونه است. سوال دوم داریم که 1.04 جمع 100 این را با هم دیگر جمع میکنیم. ببینید چگونه جمع شد. 4 جمع 0 4 0 جمع 0 0 نوبت اشاری است، اشاری را پایین میکنیم. 1 جمع 1 2. ببینید دوستان جواب چند دارم؟ 2.04 2.04 به چی معنا؟ 2.04 به این معنا یعنی 2 افغانی یا 2 روپه. مثلا مثال یعنی از اشاری به بعد اعداد که معنایی نداره، یعنی 2 روپه. اما ببینید در خود سوال 100 افغانی اینجا داریم، 100 روپه 1 روپه اینجا چند میشه؟ 101 روپه. اما اینجا ببینید 2 روپه است. جواب چرا به این شکل برآمد؟ شاید در شما هم برای شما تعجب هم کنید که جمع طریقه جمع موسیس 4 جمع 0 4 0 جمع 0 0 اشاری را پایین میکنیم. 1 جمع 1 2 0 4 3. اما چرا اینجا 2 روپه شد؟ 100 روپه اینجا 1 روپه اینجا 101 روپه. چرا 2 روپه خودش؟ ببینید طریقه سوالا بسیار آسان است، فقط یک نقطه اساسی دارند که عدد اشاری با عدد طبیعی جمع نمیشود. بسیار سوال تکنیکی است. اگر کسی رفته شاید در فکرش نگرده که عدد اشاری با طبیعی جمع نمیشود. وقتی که این دو تا را با هم دیگر جمع کنیم میشه 2.04. طریقه رو ببینید به چه شکل باز جمع میشود. 1.04 خودش نوشته میکنیم و عدد دومی را به شکل اشاری جور میکنیم. چگونه؟ نوشته میکنیم 100 اشاری میتیم. همین عدد که در پایین داره از اشاری به بعد نوشته میکنیم. خود ما اشاری میتیم، 2 تا صفر اینجا میتیم. 2 تا صفر کدام معنایی نداره. گفتیم بعد از اشاری اگر صفر باشه قانون است، اگر صفر باشه هیچ کدام معنایی نداره. به این شکل تنظیم میشه. هر عدد اشاری که بود به این شکل 4 جمع 0 4 0 جمع 0 0 نوبت اشاری پایین کو 1 جمع 0 1 صفر هم خودش 1 هم خودش. اینه جواب ما داد 101.04. این شد سوال دوم ما که ما در برنامه کار کردیم. خدا کنه کردی چیزی را آموخته باشید و کسی که اگر به شما این چیز سوالا را میده شما بند نیافتین و تعجب نکنید. به این طریقه حل میشه، به طریقه آسان. بسیار یگان سوالایی است که به نقطه بسیار کم ما را بازی میدن. پس کوشش کنید که هیچ وقت بازی نکنید.